وقتی از کارهای مساعی و صباحی و صوف کردن یا که ببردن نالیدن همین چه شرعی و ایگون یعنی صوف کردن این چیز مثلا چی با اومدگی یعنی فقط از کار نوم به پیش خواب رفتن به اما صباح و مسا یعنی چی یعنی النفس و یا که مثلا چی وای مسح این چیز ناآمدگی این چیز چی گفتم یعنی ناآمدگی نه. آیا مرد در همه کارهایش با همسرش مصلحت کند یک شریعت به خلافش همین ممکن یک چی در همه کارش مصلحت میکنه امورهای دنیا این کارو مثلا یک چی یعنی میگوید که مثلا مصلحت میکند یعنی یا چی یعنی وای سعی خونه یعنی عموم اگر مثلا کارهای خانوی باشد در خانه مثلا یعنی نعم زن مثلا حق دارد مثلا زن مثلا بعضی کارهای منزلی یعنی منزلی مثلا یعنی مثلا همین منزل مثلا مطبخ مثلا کارهای کوخنه دیگر مثلا چیزا مثلا باشد چیزای زنک مثلا چی وای بهتر میدند وای چی میدند با وای مصلحت میکنید چی اما کارهایی که مثلا یعنی کدام باید زواد بکار کند کدام فابریکه بکار کند چی خیلی میشه یعنی باید مثلا چی بگیم الرجال قوامون علی النساء چند بار گفتیم که یعنی زن مصلحتش که گرفتگی 30,000 دینار به چی شد یعنی بانکروت شد یعنی خلاص اینه باید بار دیگه خودتون فهمونه یعنی برادر میگیم که سوره فاتحه رو کدام وقت خونیم که بیان میکنیم چی میکنیم یعنی میگیم که یعنی چی الله تعالی میگه الرجال قوامون علی النساء یعنی مردها بر زنها چی هستن قوام هستن نگرانده زنها که هستن مردها هستن یعنی این کارانه مرد باید که با مردها مصلحت کند کارهای خارجی نه دنیاوی چیز نه